سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد آزمون آیمت 2025 صحبت کنم و صرفا میخوام در مورد خود شهر دبی، سنتر دبی و اینکه شرایط آزمون، محل آزمون و اتفاقاتی که قبل، حین آزمون و بعد آزمون میفته صحبت بکنم. چون خودم خیلی قبل از آزمون آیمت خودم 2025 آزمون دادم. خیلی دنبال همچین فایلی گشتم، پیدا نکردم. حتی موقعی که دنبال لوکیشن خود آزمون میگشتم خیلی حرفای زد و نقیضی میشنیدم. ولی خب توی این ویدیو میخوام همه موارد رو کاور کنم و خیلی میخوام وارد جزئیات بشم برای کسی که این جزئیات براشون مهمه. حتی میخوام در مورد میزی که توش نشستین، شرایط و جو آزمون صحبت کنم، چجوری برگاه رو جمع کردن، اون بارکدی که میگن باید حفظ کنید چیه، نمیدونم مراقبا چطوری بودن. میخوام خیلی ریستر و حتی مدل قوطی آبی که میدادن میخوام همه چی رو بگم. شاید یه عده‌ای براشون مهم باشه، برای خودم خیلی مهم بود، هیچی پیدا نمی‌کردم. ولی خب الان میخوام همه این موارد توضیح بدم. یه ذره مدل حرف زدنم شاید آروم باشه. اگر که سرعت کلیپ رو بذاری روی 1.5 تا 2 خیلی بهتره. خب بریم اول از همه در مورد لوکیشن خود آزمون صحبت کنیم که توی سنتر توی دبی سال 2020 کجا برگزار شد. یکی از آدرس هایی که به من میدادن توی شارجه بود که من فکر می‌کردم آزمون اونجاست، می‌خواستم هتل اونجا رزرو کنم. بعداً فهمیدم نه، آزمون تو خود دبیه، انگار مثلا از سال 2022 یا شاید 2023 توی شارجه بوده و الان توی خود دبی داره برگزار میشه. و خب این ممکنه تغییر بکنه لوکیشن دیگه. منتها توی سال 2025 آزمون توی ترید سنتر برگزار شد، اینجا. این دقیقا محل آزمون اینجا، خیابون شیخ زاید، که یکی از خوبیایی که داره اینه که دقیقا این در ورودی اینجاست، ایستگاه مترو دقیقا روبروشه. یعنی شما اگر یه هتل بگیرید که نزدیک ایستگاه مترو باشه، رفت و آمدتون به محل آزمون خیلی راحت میشه. و این از این جهت مهمه که من خودم صبح که پا شدم بیام سمت محل آزمون، به رسپشن هتل گفتم که میخوام تاکسی بگیرم برم ترید سنتر. خودش بهم توصیه کرد، گفت که بهتره با مترو بری چون که الان ترافیکه و گیر میکنی. که من بعد از اون متوجه شدم یه عده از بچه‌ها که میخواستم با تاکسی بیان یه ذره دیر رسیدن به خاطر همین موضوع. پس توصیه‌ای که میکنم اینه که با مترو بیاد، خیلی سریعه، خیلی اوکیه، هیچ در واقع محدودیتی هم نداره و خیلی بهتر از اینه که با تاکسی بیاید به نظر من. حالا بریم ادامه صحبت‌ها رو بهتون بگم. من بعداً در مورد اینکه خود سالن چطوریه، محل آزمون و ورود و اینا چجوریه بهتون میگم. هتل من اینجا بود، خیلی هتل خوبی بود، من راضی بودم، اوکی بود همه چیش. نزدیک فرودگاه هم بود. اگر پیداش کنم اینجا الان بهتون نشون میدم. اینجا بود هتل من، اینجا بود. آره این هتل من بود، سیتی سیزن بود و هم نزدیک فرودگاه بود، همین که نزدیک ایستگاه مترو بود. من چند دقیقه پیاده روی داشتم تا از این هتل برسم به ایستگاه مترو. اینجا ایستگاه مترو بود سر این تقاطع و من از خود هتل تا اینجا هولوش 6 دقیقه پیاده روی داشتم، این مسیر رو می اومدم. و خب از اینجا فکر میکنم لاین مترو هم عوض نکردم. آره کلا 2 تا لاین مترو داره، لاینم عوض نکردم، مستقیم رسیدم به ترید سنتر. 4 تا 5 تا ایستگاه فاصله داشت. خب این از شرایط لوکیشن خود آزمون. بریم در مورد این صحبت کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. به ما گفته بودن که میتینگ تایمتون، یعنی توی ایمیلی که میزدن گفته بودن که میتینگ تایم ساعت 9، یعنی شما 9 باید اونجا باشید. اما من از بچهای سالهای قبل میپرسیدم، میگفتن که میگن میتینگ تایم 9، حالا تا بیان و جمع شن و اینا و بعد دسته‌بندی میکنن میشه ساعت 10. یعنی بچهای سالهای قدیم به من گفته بودن که شما اگر که برید اونجا صدا میزنن، میگن بچهای فدریکو بیان اینجا، بچهای ناپولی بیان، مثلا بچهای میلان بیان اینجا، بچهای کاتانیا اونجا، همه رو به ترتیب سنتر و دانشگاه جدا میکنن. اما توی سال ما اصلا همچین اتفاقی نیفتاد و بهتون میگم چجوری دسته‌بندی کردن همه رو.
ما حالا خود من شب قبل آزمون تا دیر وقت بیدار بودم و چون یه سری از موارد رو باید مرور میکردم و وقت نکرده بودم، برای همین صبح کلا 4 ساعت خوابیدم و این خب یه ذره بده به نظرم، تا میتونه تنظیم کنه که به اندازه بخوابید. من ساعت 7:30 بیدار شدم، دوباره صبح شروع کردم به مرور کردن و اینا، تا جمع جور کردم ساعت شد 9:45. یعنی میتینگ تایم رو به من گفته بودن 9، من تا 9:45 همچنان توی هتل بودم. من 10 خورده رسیدم سر جلسه آزمون، 10:15 اینا، 10:20 رسیدم سر جلسه آزمون، رسیدم به خود ترید سنتر. ولی وقتی که در ورودی رو رسیدم دیدم که اون در ورودی سالونی که به ما گفته بودن، دیدم که کلی از بچه ها هنوز بیرونن. اصلا من حتی یعنی خودم همون موقع که رسیدم سریع رفتم تو، دیگه نموندم دم در، چون دیدم یه عده پشت در وایسادن دارن مرور میکنن، اصلا میز و صندلی گذاشته بودن، یه عده دارن مرور میکنن، یه عده همچنان دارن درس میکنن، با هم حرف میزنن، صحبت میکنن. من نموندم بیرون، مستقیم رفتم داخل. ولی احساس میکنم که حتی شاید اگر کسی ساعت 12 هم میرسید، شاید 1 هم حتی میرسید، حالا 1 هیچی، اگه 12 خورده هم میرسید باز راش میدادن تو. یعنی اون که میتینگ تایم رو میگن نو، پس انگار خیلی الزامی به چیز نیست. حتی یکی از بچه ها من میگفتش که اصلا انگار حین آزمون رسیده بوده و حالا این نمیدونم چقدر حرفش درست بود یا نه، ولی خب در کل انگار خیلی سختگیری سر این موضوع نداشتم، با اینکه من فکر میکردم چون دبی خیلی مثلا منظم‌تر از بقیه سنترها باشه، همه چیشون آن تایمه، ولی اصلا اینطوری نبود. حالا تایم شروع آزمونم جلوتر بهتون میگم که سر تایم شروع آزمونم خیلی منظم نبودم. خب من میخواستم یکی از سالن بهتون نشون بدم، ولی خب هرچی گشتم این موارد رو پیدا نکردم. میام و بعضی از مواردی که لازم هست رو اینجا براتون توی پینت میکشم دیگه. حالا من اینا رو هم پاک کنم، خواستم تست کنم. خب بریم سراغ خود سنتر آزمون. مثلا شما وقتی وارد چیز میشید، وقتی بذارید از همینجا شروع کنم، خود سرچ کنم ترید سنتر رو ببینم میتونم چیزی بهتون نشون بدم که خود محل آزمون توی یک سالن خیلی بزرگی بود. من حدودی بخوام بهتون نشون بدم، خب شما از این درس فکر کنم، آره از همینجا وارد میشید اگر اشتباه نکنم، بعد وارد یکی از سالن‌های چیز میشید، مثلا یه همچین حالتی داره. من وقتی وارد شدم خب همزمان کلی آدم دیگه هم بودن، چند تا نمایشگاه دیگه هم در حال برگزاری بود و من اصلا نمیدونستم من کجا برم. رفتم ته سالن. این خود سالن غرفه داره، اون قسمت اینفورمیشن و اینا، یعنی اگر مثلا همون صبح رسیدین و سردرگم بودین که کجا باید برین، همون اینفورمیشن ها رو پیدا کنید، یه آقایونی که نشستن بپرسید بهشون، بگید آزمون آیمت دارم، راهنماییت میکنم، میگن از اینجا برو مثلا میرسی فلانجا. و خب فکر میکنم هر گوشه سالن هم نشستن اینفورمیشن دسکا، از اونا بپرسید، یعنی وقتی وارد شدید توی همین راهروها و کامل راهنماییتون میکنن که سالن آزمون آیمت کجاست. من چون خودم یه ذره مثلا 10 خورده رسیدم، فکر میکردم خیلی دیر شده، استرس داشتم یه ذره و خب یه چند دقیقه همینجوری تو سالن میچرخیدم تا اینکه اینا رو پیدا کردم. مثلا شروع شد مستقیم برید سراغ اینا، راهنماییتون میکنن که کجا برید برای آزمون. خب زمانی که من رسیدم پشت دری که در واقع دیدم بچه‌ها اونجا جمع شدن، یه همچین فضایی بود. ببینید یه در این شکلی بود، بعد این بچه‌ها همینجوری همه پشت در بودن، اینا وایسادن داشتن صحبت میکردن، یه سری میز و صندلی هم چیده بودن، یه عده‌ای هم پشت میزان نشسته بودن داشتن همچنان درس میخوندن. خب من زمانی که رسیدم دیدم یه آقایی وایساده دم در و خب در کامل باز نیست، در نیمه بازه، خودش جلوی در رو گرفته و یه کارت هم توی گردنش بود، بیسیم دستش بود که یعنی مشخصه که جز عوامل برگزار کننده آزمونه. از بهش گفتم که من آزمون دارم، گفت که بارکد رو اسکن کردی؟ مثلا نمیدونستم بارکد چیه، داره چی میگه. گفتم نه. گفت خب برو داخل اون بارکد رو اسکن کن. یعنی در که وارد شدید سمت انگار تا سال قبل بارکد نبوده، نمیدونم یعنی ممکنه هر سال این شیوه دسته‌بندیشو تغییر بدن.
یه تابلو زده بودن اینجا، 3 تا QR کد روش بود. حالا من مختلف نبودن، یکسان بودن. شما باید گوشی رو در می‌آوردین، QR کد اسکن می‌کردین. من QR کد که اسکن کردم، یه لینک بالا اومد، یه سایتی بالا اومد، گفت که تاریخ تولدت رو وارد کن. تاریخ تولدم که وارد کردم، گفت با تاریخ تولدی که شما وارد کردید یک دانش آموز مثلا یافت شد. بعد میدم اطلاعات خودم رو بر اساس تاریخ تولدم آورده بالا. بعد اطلاعاتمو که وارد کردم، اطلاعاتمو ببخشید وارد نکردم، اسممو پیدا کردم، گفت که تایید میکنی که این خودتی؟ گفتم آره و فلان. نوشته بود جلوش که مثلا اسم فلان فلان، بعد میز شماره 10. بعد میز شماره 10 برام سوال بود که مثلا این یعنی چی. بعد یه لحظه نگاه کردم این سمت چپمو، دیدم چند تا میز این شکلیه، یعنی هولوش 1 2 3 فکر کنم 13 تا از این میزا چیده بودن. 13 تا از این میزا چیده بودن. اینم خیلی اینجا دیوار بود دیگه. 13 تا میز چیده بودن، پشت هر کدوم از اینا همینجوری بچه‌ها به صف وایساده بودن. خب بعد مثلا من دیدم عدد 10 جلو اسمم تو همون لینکی که بالا اومده، پس من باید میرفتم مثلا پشت میز شماره 10. من رفتم تو صف وایسادم و انگار اصلا هیچ دسته‌بندی خاصی نداشتن، صرفا مثلا اینکه 1 تا 13 بود می‌خواستن که جلوگیری کنن از اینکه مثلا افرادی که شاید میگم تصمیم گرفتن با هم یه جا بشینن مثلا توی صف‌های مختلفی تقسیم شن. ولی خب به نظر من اینا مثلا بی تاثیر بود، چون شما بعد که تو سالن میرفتی به نظر من خیلی راحت میتونستی مثلا جاتو عوض کنی، بشینی کنار. مثلا فکر میکردم صندلی هر کسی از قبل تعیین شده، ولی اصلا اینجوری نبود. حالا بهتون میگم چطوریه. من رفتم تو صف شماره 10 وایسادم و پشت هر کدوم از این میزا یه آقایی نشسته بود که شما مدارکتون رو چک میکرد. من مثلا خودم کلی از مدارک شناساییمو کپی گرفته بودم که اگر مثلا لازم شد بهشون نشون بدم، در صورتی که هیچ کدومش نیاز نشد، صرفا فقط پاسپورتمون نیاز داشت. یعنی حتی نامه‌ای که میگفتن نامه ثبت نام آزمون که توی سایت براتون میاد و فلان، اینا رو هم با خودتون ببرید، اینا انگار الکی بود. چون منم ایمیلو پرینت گرفته بودم، هم اون در واقع رسید سایت یونیورسیتالی رو پرینت گرفته بودم. هیچ کدوم از من نخواستن، گفت خودم سایت چک میکنم، نیازی نیست. ولی خب شما محض احتیاط ببرید، یه وقت میبینید روندش توی سالهای آینده مثلا ممکنه تغییر بکنه. خلاصا من تو صف شماره 10 وایسادم، پشت سر اینا من میدم یه سری میزهای این شکلیه، مثلا این میز بزرگتره، فکر کنم 4 5 تا از اینا بود. بعد اینا مثلا این میز شماره 1 بود، این میز شماره 2 بود، تا میز شماره مثلا 5. بعد دوباره یه خانومی مثلا یا آقای پشت سر هر کدوم از اینا بودن. اینا باز جز عوامل برگزار کننده. اینجا میز امانات بود، هیچ چیزی رو نمیذاشتن شما از این میز رد بکنید. یعنی مثلا نگاه، این 3 تا میز میومدن 1، اینا مثلا 2. به من گفت تو برو مثلا این میز شماره 3. ما رفتیم میز شماره 3، با خودم کلی خوراکی برده بودم، مدارک، ساعت، گوشی فلان. بعد خب همچنان ساعت مثلا 10:30، ساعت هلوش 10:40 بود و طبق چیزی که بچهای سالهای قبل به ما گفته بودن آزمون ساعت 2 برگزار میشد. منم با این ذهنیت رفتم تو و گفتم خب قطعا اینا نمیذارن ما تا 2 مثلا گرسنه بمونیم، حتما میذارن خوراکی رو ببریم داخل اینا. که اینجا به من گفت نه، هر چیزی که داری همینجا میخوری بعد میری تو. هیچ چیزی رو، ساعتمو و گوشیمو، قرص دارو، هر چیزی که داشتیم رو گرفت، هیچ کاغذی هیچ چیزی رو نمیذاش ببریم داخل. خلاصه سر این میزا یه کیسه بهتون میدن، از این کیسه هایی هست که مثلا تو این چه میدونم کفشداری های چه میدونم حرم و اینا میدن. از اینا شما باید همه چیتون رو بذارید تو این و مثلا اینجوری نیست که یه لاکر بهتون بدن قفل و کلید داشته باشه و از این داستانا، نه. هر کدوم از این کیسه ها روش مثلا یه شماره است، مثلا نوشته 335. شما وسیلاتو میذاری تو این کیسه رو، یه درشو از این بگای پارچه‌ایه، درشو یه گره میزنه و یه کاغذم مثلا به من کاغذ داد، رو کاغذ نوشته 343. بعد موقع تحویل همین کاغذ رو بهش میدادن. حتی کاغذ تایپی هم نبود، با ماژیک روش نوشته بودن 343. خلاصه که همه چیزو، گوشی و اینا رو، گوشی هم گفتن خاموش کنید، همه رو تحویل دادیم. از این میزه رد شدیم. یه ذره جلوتر اینجا یه در بود که اینم دیگه مثلا میشه دیواره انتهای سالن. خب من اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا یه سرویس بهداشتی بود. خب
که همونجا این یارو به ما گفت اگر میخواید برید دستشویی همین الان برید، بعدا نمیذاریم برید. یعنی همین کسایی که اینجا بودن. و خب دیگه ما اینجا 2-3 نفر ایستاده بودن، اینا تفتیش میکردن. خب تفتیش آقایون و یه آقا انجام، 1-2 تا آقا بودن. تفتیش خانوما رو هم 1-2 تا خانم بودن انجام میدادن. و هم تفتیش بدنی میکردن به صورت نسبی، مثلا همینجوری دست میزدن ببینن چیزی تو آستین و فلان و شلوار و ایناست. همین که از این چیزا داشتن، چی میگن، از این نمیدونم چیزای مغناطیسی الکترونیکی چیه، رادیو به اسمشو نمیدونم، از اینا که میگیرن کنار بدن و اینا، از این مدل‌ها داشتن. و حالا من فکر میکنم بشه یه سری چیزا رو برد. حتی کفشو هم میگرفتن که مثلا مطمئن بشن شما توی کفشتون چیزی قایم نکردید. ولی من فکر میکنم باز هم اگر کسی میخواست، یعنی اینجوری نبود که مثلا روی ساعد و بازوی شما رو نگاه کنم ببینن چیزی نوشته، کاغذی بوده نبوده. من فکر میکنم کسی میخواست چیزی یادداشت کنه رو بدنش یا کاغذی چیزی حمل کنه با خودش میتونست، چون شک دارم نمیدونم اون دستگاه ردیابه اصلا میتونه مثلا کاغذ و اینا رو اصلا چیز کنه، چون که من خودم لباس آستین بلند پوشیده بودم و اصلا چیز نکردن که بگن آستین رو باز کنه مثلا فلان. خلاصه سر چیزم اونقدی سختگیری خاصی نداشتم. پس یه سرویس بهداشتی اینجا و شما قبل از اینکه وارد این سالن بشی میتونی برگردی اینجا کیفتو برداری، مثلا خوراکی بخوری. اصلا همینجا به نظر من میتونستید تا یه چند دقیقه وایسی، ولی خب مثلا اینا صدا میزنن دیگه، آقا بیا مثلا بیا برو داخل دیگه، اینجا وای نسا. این دستشویی هم که میریدن کلا 2 تا دونه دستشویی، 2 تا فکر کنم، آره 2 تا 3 تا دونه دستشویی و خیلی هم شلوغ میشه. بعد اینکه شما از این در که وارد میشید دیگه وارد سالن آزمون شدید. یک سالن بسیار بزرگ تا انتها، یه سوله خیلی بزرگه که حالا سعی میکنم تصاویرش رو هم بهتون نشون بدم. شما از این در که وارد میشید، من سالن رو به نظر سالن رو میشه به 2 قسمت تقسیم کرد. خب قسمت اول سالن یعنی مثلا یه عده‌ای از بچه‌ها این تیکه نشستن، یه عده‌ای از بچه‌ها این تیکه نشستن و رو به این ورن، مثلا صندلی‌ها رو به این ور نشستن. خب شما زمانی که وارد میشید میبینید که تعداد بسیار زیادی هستن، یعنی 1200 نفری که توی آزمون ثبت نام، همه کنار هم توی یک سالن و یک سوله بزرگ میشین. اتاق از این داستانه نیست. خب اینجا میز خود برگزار کننده اصلی، یعنی مثلا همون سوپروایزرشونه نشسته، همه چی اونجاست، میکروفون بلندگو و هر چند دقیقه بار مثلا تو بلندگو یه چیزی اعلام میکرد، مثلا توضیح میداد با لهجه هندی و انگلیسی. تقریبا میتونم بگم 90% افرادی که اونجا من دیدم هندی بودن، یعنی خود برگزار کننده آزمون و اینا. فقط یه آقای یا سفید پوستی من دیدم که ظاهرش میخورد ایتالیایی باشه، گفتم شاید مثلا اون دیگه مثلا نماینده خود وزارت آموزش پرورش ایتالیا باشه اومده باشه آزمون، ولی وگرنه بقیه همه عوامل برگزار کننده و اینا همه هندی بودن و شما دیگه باید با انگلیسی نسبتاً دست و پا شکسته باشون صحبت می‌کرد. خب این از میز برگزار کننده آزمون. انتهای سالن، خب انتهای سالن این قسمت دستشویی بود دوباره. یعنی با اینکه ما فکر می‌کردیم، یعنی به ما گفته بود دستشویی و فلان اینجا، ولی بعد ما اومدیم دیدیم نه اینجا دستشویی هست و شما تا خود لحظه برگزاری آزمون میتونستید از سرویس بهداشتی استفاده بکنید که مال آقایون و خانم اینجا دقیقاً کنار هم بود. و اینجاها مانیتور گذاشته بودن، یه تلویزیون های هولوش مثلا میتونم بگم 40 تا 50 اینچ، فکر میکنم هولوش 6 تا تلویزیون تو این فاصله اینجوری گذاشته بودن. و صندلی بچه ها هم به این صورت بود. من اینا رو با بنفش بکشم صندلی بچه ها رو. صندلی بچه ها هم این شکلی بود. حالا من این تیکر رو سرعتش رو زیاد میکنم، شما آخر کار بهتون نشون میدم. خب بعد بین هر کدوم از اینا، یعنی بین هر کدوم از این تلویزیونا یه میز مراقب هم بود. یعنی مثلا میز اول که میز خود سوپروایزر بود، اینجا هم مراقب بود دیگه هم چیز بود. بعد بین این تلویزیونا اینجوری بود
یه میز مراقب اینجا بود، یه میز مراقب اینجا بود و یه همچین حالتی نشسته بودم. روی هر مانیتور شما صرفا ساعت رو میدیدید. مثلا ساعت هم اینجوری بود که ساعت و دقیقه رو میزد، ثانیه شما رو نداشت. خب مثلا زده بود ساعت الان 10 و مثلا 40 دقیقه است، ثانیه شماری در کار نبود. من فکر میکردم مثلا تایمر بذارن، مثلا تایمر رو زمانی مثلا کرونومتر از صفر شروع میکنه میره تا 1 ساعت تا 100 دقیقه که طول آزمونه و شما مثلا اونجا باید ببینید چند دقیقه از آزمونتون مونده. در صورتی که اینجوری نبود، ساعتی که ساعت محلی خود مثلا لوکال دبی بود اون لحظه نشون میداد و همین. خب حالا من زمانی که وارد این سالن شدم، حالا تصور خودم چی بود؟ تصور خودم بود که الان میرم اونجا، مثلا این خانم میگه اسم چیه، مثلا فلانی، شما باید فلانجا بشینی، صندلی از قبل تعیین شد. در صورتی که اصلا اینجوری نبود. من به خانم گفتم الان من هر جایی دوست داشته باشم میتونم بشینم. گفت آره میتونی بشینی، ولی ترجیحاً یه جوری باشه که از پر کنی دیگه. مثلا نگاه این ردیف 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا نشسته بودن، این ردیف 1 2 تا 3 تا، دوباره این ردیف 5 تا نشسته بودن. گفت ترجیحاً اینجا بشین که اینو پر کنی. خب و من زمانی که رفتم دیدم مثلا ردیف، فکر می‌کنم من 1 2 3، من روبروی تلویزیون چهارم بودم و این ردیفا بچه خیلی بیشتر از این بود، خیلی که نه، یه 7 8 تا بیشتر از این ردیف فکر می‌کنم داشتیم، یعنی مثلا 20 تا ردیف، ولش 20 خورده تا ردیف صندلی اینجوری بود. حالا من اینو کم کشیدم. من زمانی که چیز شد گفت نه ترجیحاً میتونی هر جا بشینی، ولی ترجیحاً برو یه جوری که پر کنی دیگه. خلاصه هدایت هم کرد به این سمت و من رفتم روبروی تلویزیون شماره 4 نشستم و من تقریبا روبروی میز مراقب هم بودم و خب نفر پنجم صندلی ردیف خودمونم نشسته بودم و با این خیال که مثلا وقتی آزمون تموم بشه سریع میان برگه منو جمع میکنن چون روبرو مراقبم و نزدیکم و تموم میشه. در صورتی که اینجوری نبود. حالا بهتون میگم جمع کردنشون چطوری. بچا این نیمه اول سالن بود. خب این نیمه اول سالن بود. این قسمت پشتی سالن دقیقاً کپی پیست همینجا، یعنی همین چیزی که اینجا دیدیم و خب دقیقاً بیاید این ورم تکرار کن. اول می اومدن این ردیف رو پر میکردن، بعد اینایی که دیرتر می اومدن دیگه می اومدن اینجا رو پر میکردن و زمانی که من تقریبا نزدیکای شروع آزمون سرم رو برگردوندم، مثلا اینجا بودم، سرم رو برگردوندم دیدم تقریبا کل سالن پره، یعنی تعداد شرکت کننده واقعا زیاد. دیگه چی بگم بهتون؟ خب پس ما اومدیم داخل نشستیم، تعداد مراقبا به نسبت زیاد بود، یعنی اینجاها باز مراقب در این ردیفا داشتن، اینجا هم مراقب برای این ردیفا داشتن و بعضی از مراقبا خیلی مهربون‌تر بودن، بعضیا یه ذره قانون مدارتر، هیچ کدوم بد اخلاق نبودن، یه ذره قانون مدارتر بودن. مثلا من به یکی از مراقبا گفتم من باید برگردم، مثلا دارومو نخوردم توی کیفمه، میخوام برگردم سالن بیرون. حالا مثلا ساعت چنده؟ ساعت 11 خورده. خب ساعت 11 خورده و گفتش که نمیشه، امکان نداره و نمیتونه از سالن خارج شه، باید با سوپروایزر صحبت کنم. گفت رفت که مثلا صحبت کنم، من دیدم 5 دقیقه 10 دقیقه طول کشید نیومد. به یه مراقب دیگه گفتم و بهش گفتم که ببخشید من شرایط پزشکی خیلی خاص دارم و ممنون میشم اگر اجازه بدید من برگردم سر کیفم و دارومو بخورم. اینجا این مثلا خیلی مراقب مهربون تری بود. برگشت به مسئول اونجا گفتش که من خودم باهاش میرم. خودش با من اومد از اینجا تا سالن، اومدیم بیرون، کیف منو برداشتیم و تمام لحظه کنار من بود و اصلا نمیذارن تنهایی برید بیرون. دارو رو که داشتم میخوردم داشت نگاه میکرد، دارو رو که خوردم آبو خوردم، دوباره کیفو گذاشت اینجا، دوباره شکلات یه چیزی بخورم، دوباره برگشتم داخل سالن و سر صندلی خودم نشستم. تاکید داشت که پاسپورتمو بذارم روی همون صندلی که بعد دوباره بیام همون صندلی بشینم و دوباره من رفتم سر همون صندلی نشستم و خب چون منم خیلی رندوم نشستم، خیلی هم گیر نداده بودم دیگه، جلوم فکر کنم یه هندی بود، دوباره اطرافم کره‌ای و پاکستانی، ایرانی دور و برم نبود و خب از این جهت که کل تایم آزمون در سکوت کامل به سر بردم و خیلی راضیم. یعنی به نظرم یه جایی بشینید که نخواهید با کسی صحبت کنید، تمرکزتون رو به هم نریزه. بعد اون تایمه مثلا من میدیدم سمت راستی مثلا خوابه، یکی دو ساعتی که من نشسته بودم مانیتور رو نگاه میکردم اون خواب بود و خب تقریبا میتونم بگم از 10 و 40 دقیقه که ما وارد سالن شدیم تا شروع آزمون همینجوری داشتم به مانیتور نگاه میکردم، به در و دیوار نگاه میکردم و هیچ کار خاصی نبود. برخلاف اینکه خودم تصورم این بود که چون بچه‌ها
یه تعداد 1200 نفر کنار همه میخوان با هم پچ پچ کنن، صحبت کنن، یه شلوغی و همه خیلی زیادیه. اصلا اینطوری نبود، هیچکی با هیچکی صحبت نمیکرد. یه تعداد محدودی که همو میشناختن شاید خیلی ریز ریز با هم دیگه صحبت میکردن. صحبت کردن ممنوع نبود، اما بچه خودشون سکوت رو رعایت میکردن و این خیلی خوب. در میگم زمانی که با این مراقبه داشتم میرفتم دارومو بخورم برگردم، بهش گفتم حالا آزمون ساعت چند شروع میشه؟ گفت ساعت 1 شروع میشه. و یعنی کسایی که پارسال آزمون داده بودن به من گفته بودن که آزمون ساعت 2 شروع میشه، در صورتی که این مراقب به من گفت 1 و آزمون هم همون 1 برگزار شد. تقریبا 1 برگزار شد. حالا جلوتر میگم. بعد میگم تو طول آزمون کلا من خیره به سقف و در و دیوار و اینور بودم و سقف سالن هم خب شبیه همه سالن های دیگه. بهتون نشون بدم سقفش چه شکلی بود. آره شبیه این سقف حالا این یه ذره با سقفش بهتره، فکر کنم تقریبا همین شکلی بود. یعنی پر از این لوله ها و فلزا و اینا، یه همچین حالتایی. و لابلای اینا انگار پرنده ها مثلا لونه کرده بودن، چون مرتب این آزمون من میدیدم مثلا کبوتر بالا سرمون داره پرواز میکنه. یعنی تو همون 2 ساعت هم میدیدم صدای بال زدن پرنده، نگاه میکردیم داره کبوتر بالا سرمون داره پرواز میکنه. و اینو سعی کنید خیلی دیگه رو مختون نباشه. اینجوری نبود که مثلا همینجوری صدای کبوتر بیاد و رد شن و بیان، ولی مثلا شما هر 4-5 دقیقه یه بار مثلا میدیدید یه پرنده اینجوری از بالا سرتون داره رد میشه. و سقف سالن هم شبیه اینا، این میگم همین چیزی که بهتون نشون دادم، پر از این فلزا و لوله ها و این چیزا بود با ارتفاع زیاد. و اینکه سالن رو قبل از آزمون به من گفته بودن با خودت سویشرت ببر، سالن سرد میشه. من خب هوا خیلی گرم بود بیرون و اینا دیگه، من گفتم نه مگه مثلا چقدر قراره مثلا سرد بشه و اینا، و خیلی توجهی نکردم به این صحبتی کردم. ولی واقعا اگر یک سویشرت ببرید خیلی خوبه، چون اون 2 ساعتی که میشینید پای صندلی واقعا من یه کوچولی دیگه آخرش احساس سرما کردم. حالا من با آستین بلند رفته بودم، ولی خب میدیدم بچه‌هایی که مثلا با آستین کوتاه اومدن، با تاپ اومدن، و خب این یه ذره چیز میشه دیگه، شما حین آزمون اصلا سردتون میشه، اذیت میشین. به نظر من حتما این توصیه رو جدی بگیرید و با خودتون یه سویشرت ببرید. بعد اینکه دیگه در مورد چی صحبت کنم، تو اون تایمی که نشسته بودیم، میگم هنوز آزمون شروع نشده، من میدیدم تا 10 دقیقه قبل از ساعت 1 حتی خود بچه‌ها میرن دارن از سرویس استفاده میکنن، مراقبا هیچ کاری ندارن، فقط داشت تو بلندگو میگفت دیگه بچه‌ها بشینید دیگه، میخوایم الان دیگه شروع کنیم و فلان و اینا. و زمانی که دیگه داشت شروع میکرد اینستراکشن و آزمون توضیح دادن و اینا، باز هم یه عده‌ای تو سرویس بهداشتی بودن، خودم هم تو سرویس بهداشتی بودم. خب و اینکه خیلی سخیری سر این مورد نداشت. اما حین آزمون دیگه، آزمون که داشت شروع میشد و همه نشسته بودن، دیگه اجازه ندادن. و اگر کسی میخواست از سرویس بهداشتی استفاده کنه باید حتما با مراقب هماهنگ میکرد، ازش اجازه میگرفت و بعد میرفت سمت سرویس بهداشتی. خب من این سری موارد یادداشت کردم ببینم همه رو گفتم. در مورد رفتار مراقبا گفتم، در مورد سرویس بهداشتی گفتم که طول اون تایمی که شما نشستید در دسترس هست، اما متأسفانه به خوراکیاتون دسترسی ندارید دیگه، خوراکیات تو کیفه، پس فقط سرویس بهداشتی میتونید برید. و البته میگم مثل من که رفتم و با مراقب رفتم، اگر یه خورده صحبت کنید باهاشون راه میان، خیلی راحت راه میان، شما میرید اونجا خوراکیتون هم میخورید، میگید آقا من مشکل پزشکی دارم، مثلا قندم افتاده باید برم حتما یه چیزی بخورم. خودشون شکلات و هیچی بهتون نمیدن، هیچی هم ندارن اصلا، تنها چیزی که به شما میدن آبه. و آب هر چند تا دلتون بخواد هست، ولی اصلا به شما خوراکی نمیدن. و اینجوری بودم که وسط آزمون بودم، من گفتم آقا من قندم افتاده، مشکل دارم، نمیتونم، هیچ یه دونه قندم نداریم. گفت اصلا ما هیچی نداریم، اگه خودت داری حاضرم باهات بیام تا سر کیفت، ولی خب من نمیخواستم تایمم اونقدر گرفته شه دیگه، چیز نکردم، بهش گفتم نمیخوام. خب حالا زمانی که ما اومدیم نشستیم پشت صندلی و میزامون، میخوام عکس میز و صندلی رو بهتون نشون بدم و چیزایی که بود. این شکلی بود میز آزمون، دقیقاً اینا بود و اصلا دقیقاً به همین حالت بود، یه میز و صندلی به این شکل.
از این میزایی که پایه‌اش اینطوریه، میز تا 96% به این شباهت داشت، حالا یه ذره رنگش و اینا فرق داشت و اینکه این شیاره رو نداشت که شما بتونید مثلا خودکاری مداد چیزی توش بذارید. و اینکه صندلیش هم پلاستیکی نبود، این پشتی نرم و اینا داشت، ولی خب فرم چیزش همین شکلی بود. این از این چیزای فلزی هم این پایینش داشت، متاسفانه این چیزا داشت یه ذره دست و پاگیر بود اینا، ولی خب کلا فرمت میز و اینا اینجوری بود. از این جهت میگم که من خودم مثلا موقعی که می‌خواستم آزمون بدم از این دسته دارا هست، می‌خواستم از این دسته دارا بگیرم که مثلا شرایط آزمون رو بر خودم شبیه سازی کنم، ولی بعدن که رفتم سر جلسه دیدم مثلا از اینا بوده میز و چیزا کلا فرق داشت. بعد زمانی که رسیدیم به سر اون، دقیقاً میگم همین چیز اینجوری، زمانی که ما رسیدیم سر میز دیدیم یه کاغذ روی میزه، همون لحظه ساعت 10:40 که ما وارد شدیم، یه کاغذ روی میزه که همون اینستراکشن آزمون رو توضیح داده، یه برگه بود که توضیح میداد که سری توصیه‌ها توش بود که آقا مثلا نذارید سوالاتون رو آخر کار وارد کنید، همه رو به ترتیب وارد کنید، دقت کنید، درست وارد کنید و شیوه صحیح ضرب در زدن رو تو کادر نمایش داده بود که مثلا ضرب درتون اینجوری بزنید بهتره، پر نکنید و همین چیزایی که ظاهرا اینو برای بچه‌ها ایمیل کرده بودن قبل از آزمون، یکی دو روز قبل از آزمون، ولی برای من ایمیلی نیومد و خب خیلی از بچه‌ها دنبال این بودن که آقا این کاغذ چیه و فلان و اینا، در صورتی که شما وقتی وارد جلسه میشید همین یه دونه برگه است، توضیحات روش نوشته و هیچ مشخصاتی از شما رو برگه نیستا، صرفاً نوشته که یه سری توصیه و اینجور داستانا داره و شما این 2 ساعت دیگه تنها برگه‌ای که دارید همینه، بعد بشین 2 ساعت همینو بخونید و من خودم مثلا این 2 ساعت استراتژی آزمونم که از کدوم درس شروع کنم، چجوری وقت بذارم فلان اینا رو تو ذهنم مرور می‌کردم، این کاغذا رو می‌خوندم و آب می‌خوردم. آبی هم که میدادن این بود، آب آکوافینا دیگه، حالا اگه کسی میخواد خیلی شبیه سازی کنه بره مثلا همون دقیقاً شرایط آزمون، اگر که سال بعد حالا تغییرش ندن، این بود و قوطی هم بود از این دقیقاً از این قوطی‌ها بود. و زمانی که تموم میشد باز مثلا میتونستی درخواست بدی خودت بری مثلا آب برداری، سر میز مراقبه مثلا بود از این آقا. خب دیگه چی بگم؟ خب اینم گفتم یه برگه بود سر میزمون، برگه رو خوندیم و خب مراقب به من گفته آزمون ساعت 1 شروع میشه. ما نزدیک شدیم به در واقع تایم آزمون و من دیدم ساعت 12:50 شد و اینا هنوز نیومدن هیچ برگه‌ای توضیح کنن توی بین بچه‌ها. و خب وقتی این همه دانش آموز نشسته و شما هنوز برگه توضیح نکردی، خب مشخصا قرار نیست ساعت 1 شروع کنی و این اولین بی‌نظمیشون بود. به نظر من حداقل بعد 20 دقیقه قبلش 30 دقیقه قبلش شروع می‌کردن پاکت‌ها رو تحویل میدادن و این کارو نکردن. 12:50 تازه شروع کردن به توضیح پاکت‌ها. حالا پاکت‌ها چه شکلیه؟ اینجوری از این پاکت‌ها توضیح کردن. این پاکت‌هایی که بچه‌ها میگفتن پنجره داره منظورشون اینا بود. و شما زمانی که این پاکت رو بهتون تحویل دادن، پاکت پلمپه و با یه برچسبی روشو چیز کردن که این مخدوش کردن این برچسبم مثلا من فکر می‌کردم خیلی راحت اینجوری قشنگ باز میشه، اینجوری نبود. من سعی می‌کردم خیلی نایس و مثلا جنتل بازش کنم ولی اصلا اینجوری نبود. این دیگه آخر مجبور شدم کل پاکت درشو کلا پاره کنم. خب در صورتی که بعد آخر کار شما باید همه این برگ‌ها رو دوباره برگردونید تو این پاکت و بهشون تحویل بدی. اگه پاکت رو مثلا از وسط پاره کرده بشه خب خیلی داستان میشه. پس لطفا وقتی که باز میکنید دقت کنید که درش رو تا جایی که میتونید درست باز کنید که بعد بتونید برگا رو تو پاکت بزنید. نگاه از اینجا تا اینجای پاکت این چارچوبش رو سالم بذارید. زمانی که پاکت رو به شما میدن تو این پنجره یه بارکد مشخصه. این اولین کاغذی که پشتش گذاشته تو این ناحیه‌اش دقیقاً یه بارکد داره که انگار بارکد شماست. این اون بارکدی نیست که باید حفظ کنید. اون بارکدی که باید حفظ کنید جای دیگه‌ایه که بهتون میگم. خب این بارکد شماست و شما اجازه ندارید پاکت رو باز کنید. ساعت 1:10 شده، این 10 دقیقه از تایمی که باید شروع می‌کردن گذشت و هولوش 13:10. حالا مانیتورها هم دارن ساعت 13:10 رو نشون میدن. من فکر می‌کردم میان صفرش میکنن یا میان کاری میکنن که دقیقاً ساعت روند بشه مثلا، ولی اصلا این کارو نکردن. همون ساعت 13:10 شروع کردن و پایینش یهو نشون داد که مثلا 13:10 تا مثلا فلان شما فرصت دارید تا 14 مثلا خورده 100 دقیقه شو خودتون حساب کنید. و بازم میگم همون ساعت رو نشون داد و
گفت که الان میتونید پاکت رو باز کنید. ما زمانی که پاکت رو باز کردیم، برگه اول یه برگه‌ای بود که اطلاعات و اینا روش نوشته شده بود. برگه فقط بارکد داشت فکر می‌کنم. یه برگه پاسخنامه بود که هیچ اطلاعاتی از ما روش نبود. فقط همون بارکدی که اینجا نمایش داده بود رو توی پاسخنامه هم داشت. این یه برگه، یعنی یه برگه بود فقط یه بارکد داشت اینجاش و کلیتش سفید بود، پشتش هم سفید بود، چیز خاص دیگه ای روش نبود. برگه دومی پاسخنامه‌مون، پاسخ برگمون بود که بازم اون بارکد روش بود ولی هیچ علامت دیگه ای از ما نداشت. یعنی مثلا اینکه اسم اطلاعات. برگه سوم برگه‌ای بود که شما باید اطلاعاتتون رو خودتون توش وارد می‌کردید. بذارید سرچ کنم ببینم میتونم برگه‌شو پیدا کنم. آره یه چیزی شبیه هم این برگه پاسخ برگتون بود و اون برگه‌ای که اطلاعاتتون رو توش وارد می‌کردین همین بود. آره دقیقاً رفت. بذارید اینو زومش کنم. خب این برگه نگاه، هر کاراکتر رو شما باید خودتون جدا وارد کنید. اسم رو وارد میکنید، فامیلیتون رو وارد میکنید، بعد میگه که محل تولد رو بعضی نوشته بودن ایران، بعضی شهرشون رو نوشته بودن. یعنی ببینید تو پاسپورتتون چی نوشته، به نظر من همون محل پاسپورت رو. خب برای من شهر محل تولدم بود، من شهر رو وارد کردم و پایینش هم باکس داره نوشته که دانشگاهی که انتخاب کردی چیه. اسم همه دانشگاه هست، کنار همشون تیک باکس داره. شما مثلا اون دانشگاهی که هستی مثلا میلانی، تیک میزنی میلان و همین اسم تو، فامیل تو، محل تولد تو، تاریخ تولدت هم هست. تاریخ تولدت هم وارد می‌کنی و فرمت تاریخ تولدشون هم مثل میلادیایی که من مثل آمریکایی ها اینا نیست که مثلا روز و وسط بنویسن، ماه و چپ بنویسن، سال و راست بنویسن. از چپ به راست می‌نویسن، روز ماه سال از چپ به راست و کلا همین رو رعایت کردم. منم دیگه اینجا روز و چپ نوشتم، ماه و وسط، سالم راست و دانشگاهم انتخاب کردم و اینم پاسخ برگیه که بهتون میدن. و یه چیز جالب دیگه ای که وجود داشت، این خب پاکت رو گفت باز کنیم. ما پاکت رو باز کردیم و داشتیم نگاه میکردیم. مثلا من انتظار داشتم که این سه تا برگه رو میبینم پشتش هم سوالات باشه، یعنی به جز اینا سوالات مثلا 4 5 برگ سوال باشه به هم منگنه شده باشه، ولی اصلا اینطوری سوالات برگه های کاملا جدا بودن و اصلا به هم منگنه نشده بودن که شما بتونید سوالات رو یک پارچه ببینید. مثلا هر برگ سوال جدا بود و شما باید خودتون مثلا اینو مرتب میکردید، ورق میزدید و همین مثل همین چیزی که هست برگا کاملا جدا بودن. و یه چیز جالب‌تر این که هنوز آزمون به صورت رسمی شروع نشده، یعنی خود مراقب نگفته آقا شروع کنید، ولی سوالات دست همه هست و همه میتونن ورق بزنن. مراقبم اونقدی تعدادش زیاد نیست که کنترل کنه آقا سوالاتو چک نکن. اصلا به نظر من بعد اینو مثلا توی پاکت جدایی میذاشتن که وقتی گفت شروع بچه‌ها اون پاکت رو پاره کنن. ولی من نگاه میکردم دیدم هنوز آزمون رو شروع نشده. این داره مثلا اینستراکشن آزمون رو داره توضیح میده. بچهای دیگه سمت چپ و راست نگاه میکنن، دارن سوالاتو نگاه میکنن، زیرکی دارن سوالو نگاه میکنن و واقعا هم میشد. منم دیدم وقتی بچه‌ها دارن سوالا رو نگاه میکنن، منم رفتم سوالا رو نگاه کردم، مثلا زیستش رو چند تا سوالشو ورق زدم ببینم چیا داره در مورد چیا صحبت کرد. و خب هنوز تایم آزمون به صورت رسمی شروع نشده و انگار شما میتونید مثلا چند تا سوالاتو ببینید و وقتی رقباتون دارن از فرصت استفاده میکنن، به نظرم بهترین کار اینه که شما استفاده کنید، برید سوالاتو دید بزنید. و خب بعد از این شاید یه دقیقه فرصت همچین کاری دید زدن داشتید، بعدش میگه آقا آزمون شروع شد. شما شروع میکردید به آزمون دادن و اینجا خب دیگه مراقبا هستن و فکر میکنم من ندیدم کسی تقلب کنه، ولی اگر که تقلبی میدم فکر میکنم برخورد میکردم. خودکار مشکی هم راستی یادم رفت بگم، شما زمانی که میایید سر میز میشید یه خودکار مشکی هم براتون گذاشتن. خودکار برندش رو یادم، یه خودکار هندی بود، اسمشو جیجی نمیدونم، یه جیجی توش داشت فکر کنم، چیز شبیه آره همین دقیقا این مارک خودکار بود، دقیقا این خودکار مشکیه. دقیقا همین بود، این خودکاری بود که سر جلسه ما دادن، برندش هم همین بود. اگر کسی میخواد دیگه خودکارش هم این خودکاره، کسی میخواد تهیه کنه همین بره همین خودکاره رو تهیه کنه و آزمونش رو با همین بده. بعد
آزمون شروع شد دیگه. خود تایم آزمون سکوت مطلق حکم فرما بود. فکر می‌کنم سرویس بهداشتی رفتن باید اجازه می‌گرفتید و اصلا اجازه به راحتی اجازه نمیدادن. شما بعد مثلا میگفتید آقا من مشکل پزشکی دارم فلان دارم و اینا، بعد یک مراقبی وای میساد سر میز شما، پاسپورتتو فکر می‌کنم چک می‌کرد با چهرهت، خب این خودتی برو برگرد. بعد که میرفت سرویس بهداشتی برمیگشتید دوباره چک می‌کرد. مثلا نمیدونم شاید احتمال میداد شما میرید سرویس بهداشتی یکی دیگه بعد جاتون برگرده بشینه سر میز. انگار می‌خواستن چک کنن کنترل کنن و این مثلا جزء پروتکل آزمون بود. حین آزمون خوراکی خوردن و اینا هم که دیگه نداشتیم. منتها اگر کسی مشکل داشت میتونست به مراقب بگه. من خودم گفتم قندم افتاده، گفت هیچی نداریم بیا بریم مثلا کیفت برداریم. گفتم من نمیام دیگه طول میکشه. گفت پس هیچ. دیگه من نشستم آزمونمو دادم و حین آزمون دیگه چی بگم، حین آزمون مراقبا مرتب قدم میزدن، بعضیاشون هم سر ردیف ها وای میستادن، یعنی بعضیشون فکر میکنم قدم میزنن لابلا، من اصلا خیلی نگاه نمیکردم واقعیت، ولی عده‌ای هم اینجا سر این میزا وای میستادن همجوری نگاه میکردم ببینن چی به چیه. بعد خب در مورد همه چی صحبت کردم. بعد یه سری نکات برای من جالب بود حین آزمون. اصلا اولین چیزی که زد تو ذوقم این که اصلا چرا سوالا رو منگنه نکردن. این مرتب کردن سوالا اصلا یه ذره خودش داستان بود دیگه. مثلا من بعد برگه یکو میذاشتم اینجا اینجوری که بعد اینا قاطی نشن بتونم سوالات رو دوباره به ترتیب مرور کنم. سوالات زمانی هم که شروع شد آزمون حالا سال 2025 سوالات اولش که من دیدم زیستش، من با زیست شروع میکردم شد خیلی آسونه و اینجوری بودم که پس احتمالا آزمون قرار مثل 2024 باشه خیلی آسون باشه. جلوتر که رفتم دیدم مثلا توی زیست یه سری سوالات هست که اصلا من نخوندم، مثلا خارج از بودجه بندی بود، بعدن فهمیدم. رفتم شیمی دیدم، شیمیش هم همین جوریه، محاسباتی کم داره، اغلب آسونه، یه مقداریش هست که اصلا خارج از بودجه بندیه که باز من اونها رو نخونده بودم و من اینایی که می‌دیدم می‌خوندم خب کلا می‌ذاشتم برای آخر کار. و مثلا تو ریاضی فیزیک و یه چیز جالبی بهتون بگم، مثلا توی ریاضی فیزیک شما مثلا انتظار داری مثلا سوالات آیمتو که می‌بینی اینا چند دور اینا رو بازبینی کرده باشن مرتب منظم، ولی اصلا اینجوری نبود. یعنی شما سوتی میدیدی لابلای سوالات. مثلا یه سوال فیزیک بود اینجوری نوشته بود که میخواست نیروی F1 و نیروی F2 رو شما پیدا کنی. به جای اینکه بنویسی مثلا شما F1 و F2 مثلا به ترتیب چیه، F1 مثلا اند F2، این اندش رو به ایتالیایی نوشته بود. یعنی مثلا نوشته بود همه سوال فکر کنید انگلیسیه، بعد نوشته F1 E F2. یعنی اصلا انگار مثلا حتی یه نفر ننشسته اینو دوبار بررسی کنه که همچین سوتی ندم، مثلا به جای اند مثلا ا نذارم. یا مثلا متن سوال اولی که من خوندم سوال شماره 1 توی اطلاعات عمومی و همون ریدینگ اسکیل بود، برام جالب بود. اصلا متن یه جوری بود انگار مثلا متن ناقصه. مثلا من خیلی سوالات تی اس ای رو حل کرده بودم، در مثلا یکی از بخشایی که خودم فکر می‌کردم مثلا قشنگ ازش نمره میگیرم بخش لاجیک و همین سوالات اینطوری بود. اصلا متنش یه جوری بود انگار مثلا نصفش جا گذاشته بودن، مثلا گزینه‌ها به یه چیزی اشاره می‌کرد که اصلا تو سوال نبود و من اینا رو غلط زدم. یه سری چیزا اینجوری تو ذوق میزد. و اینکه مثلا سوالات شیمی و زیست مثلا چند تایی بود که خارج از بودجه بندی بود. بعد دیگه سوالاتو منگنه نکرده بودم به هم. این که قبل از شروع رسمی میشد سوالات چک، اینا همش مثلا مواردی بود که خیلی رو مخ بود. یعنی که مثلا انتظار داشتم رأس 13 شروع شه، 13 و 50 شروع شد. اینا همش مواردی بود که واقعا رو مخ بود و من فکر نمی‌کردم چیز بشه. فکر نمی‌کردم توی سنتر دبی این اتفاقات بیفته. ببینم ضبط آره داره ضبط میکنه. یه چیز دیگه هم بگم، 30 دقیقه مونده به پایان آزمون تو بلندگو اعلام میکنن که آقا شما 30 دقیقه از وقتتون مونده. دوباره 10 دقیقه قبل از تایم انتهای آزمون اعلام میکنن که آقا شما 10 دقیقه از تایمتون مونده. همین دوباره اعلام میکنن و لحظه‌ای که آزمون تموم میشه میگه آقا بلافاصله همه خودکارا رو بزنید. یهو مراقبا مثلا میان تو ردیفا، اینایی که سر ردیف وایسادن، یه حالتی که خودکارا زمین هیچ خودکار، بعد شما با خودکارتو مثلا بذاری زمین و همین. حالا شما توی جلو روی میزت چیا داری؟ برگه سوالاتو داری، پاسخنامه‌تو داری، یه برگه هم که اطلاعات شخصی تو توش خودت نوشتی و اون برگه اینستراکشنی که همون لحظه‌ای که وارد شدی گفتم دستور آزمون ضرب در و اینطوری بزن، اونم رو میزته. اینجا خودکارتو که گذاشتی مراقبا ازت میخوان، میگن که همه داوطلبان
لطفاً تمام برگه هایی که دستتون هست رو به داخل پاکت برگردونید به جز پاسخ برگ. یعنی شما هر چی که دستتون هست، این سوالات، بعد این شیت در واقع اطلاعات شخصی، همه رو باید برگردونید. عذرخواهی میکنم، این برگه شیت شخصیتون هم نه، سوالات، اون اینستراکشنی که اول آزمون بهتون دادن و اینا رو باید بذارید داخل پاکت. و یه برگه هم بود بهتون گفتم این پنجره داره، یه بارکد اینجا بود. خودشون هم میگم برگه ها رو یه جوری بذارید داخل که اون بارکد دقیقاً بیفته تو این پنجره، دوباره قابل نمایش بشه. این ساده است. اینو یه جوری بذارید که این بارکد بیفته تو این پنجره و دیده بشه، همون برگ اولیه. شما همه چیزو میذارید تو پاکت، فقط 2 تا برگ دستتون نگه میدارید. اون 2 تا برگه چیه؟ این برگه است. کجا رفت؟ این برگه است. یه برگه همون که اطلاعات شخصیتون رو توش وارد کردید، یه برگه هم برگه پاسخ برگتون. خب پاسخ برگ رو نگاه کنید، اینجا میبینید یه چقدر کوچیکن اینا. این پاسخ برگ رو میبینید، این یه مستطیلی خالی اینجا داره، اینجا محل چسبوندن بارکد. این دیتا شیتتون کجا رفت؟ این دیتا شیتتون هم اینجاش، حالا اینجا جابجا شده بالاشه، ولی برای ما وسط بود. وسطش یه مستطیل خالی مثل اینا میذارن، خب که جای چسبوندن بارکد. این بارکد همونی که باید حفظش کنید که بتونید وقتی نتایج ناشناس میاد نتیجه خودتون رو ببینید. حالا این رو هم باز ادامه جلوتر میگم. پس شما این برگه دیتا شیتتون، اطلاعات شخصیتون، و انسر شیتتون، پاسخنامه‌تون، این 2 تا برگه‌ای که باید تو دست نگه دارید، بقیه چیزا رو تحویل میدید. میان خودکارتون رو جمع میکنن. یعنی مراقب همون لحظه که هجوم میاره میگه خودکارا زمین و فلان اینا، خودشون دارن خودکارا رو هم جمع، خودکارا رو جمع میکنن. پاکت‌ها رو هم بعدتر میان ازتون میگن، یعنی همون موقع پاکت‌ها رو جمع نمیکنن. پاکت‌ها رو مثلا از ردیف بغل من همون موقع جمع کردم، برای ما رو مثلا یه 20 دقیقه طول کشید تا بیان جمع کنم. پس من اومدن اینا رو جمع کردن و بعد خب من مثلا روبرو میز مراقب نشسته بودم، مثلا با این خیال که خب مراقب روبرومه، سری میاد برگاهی ما رو جمع میکنه، بعد من سری میرم بیرون. در صورتی که اینجوری نبود. مراقب اول اومد از این ردیف بغل من شروع کرد به جمع کردن، میرفت تا آخر، بعد دوباره میومد سراغ این، همینجوری میرفت سمت آخر. این میزای مراقبای دیگه هم داشتن جمع میکردن، ولی خب ردیف میگفتم بیشتر بود ردیف‌ها از این. ردیف‌های دیگه همشون داشتن به سمت دیوار میرفتن. این مراقبه هم از این ور شروع کرد رفت به این سمت. یعنی این من موندم اینجا شماره 5 و تا ساعت فکر میکنم 4 و خورده من نشستم تا بیام برگه من جمع کنم. یعنی آزمون ساعت 13 و 10 دقیقه شروع شده، 14 و خورده شروع شده، من فقط 2 ساعت نشستم رو صندلی که بهم بگن آقا پاشو حالا بیا برگتو جمع. حالا برگه جمع کردن رو بهتون بگم. اینجوری بود که صدا میزد و به ترتیب شما باید میرفتید، میگفت آقا نوبت این ردیفه. مثلا این ردیف چی بود؟ نفر اول پا میشد میرفت پای میز مراقب 2 تا من فکر می‌کردم مثلا صندوق پلم شده خاصی دارن، خب چون مثلا بچهای سال قبل به ما گفته بودن که این جعبه ها یه طوریه که شما وقتی برگتون رو میذارید توش دیگه نمیتونید برگتون رو درید. من فکر می‌کردم مثلا پلمپ و قفل داره و شما مثلا مثل صندوق، از این صندوق رأی چیه اینا، برگاتون رو میندازید توش و این دیگه باز نمیشه تا زمانی که خودش تو ایتالیا مثلا این پلمپش رو باز کنن و بیان چیز کنن. برای همین هر کی جابجا بندازه، مثلا چون این جواب مشخص بود، یکیش نوشته بود پرسونال دیتا، یکیش هم نوشته بود انسر شیت. اون 2 تا برگه‌ای که دارید بارکد که چسبوندید روش، یکیشو باید بندازید این جعبه، یکیشو باید بندازید اون جعبه. مثلا گفتن اگه اینا رو جابجا وارد کنین دیگه این هیچی، دیگه کار تموم و فلان اینا، در صورتی که جعبه معمولی بود، همین جعبه‌های عادی، درم نداشت حتی روش باز بود و شما اینا رو مثلا به ترتیب میذاشید داخل. بعد خب دونه دونه خلاصه صدا میزدن میرفت تا آخر، دوباره از این ور. بعد دیگه آخر آزمون دیگه ما اعتراض کردیم، گفتم ما خسته شدیم. میگفت که نه شما حتما باید برگاتون این میزه باید جمع کنین، این مراقبه باید برگاتون رو جمع کنن. بعد دیدن که دیگه آقا این مراقبه خیلی کند بود، دیدن اینا همه تموم شدن، بعد این مراقبه همچنان داشت برگه جمع میکرد. گفتن آقا اشکال نداره شما پاشید بیاد اینجا. دیگه به زور ما مثلا رفتیم به این تحویل دادیم. لحظه‌ای که من رسیدم به چیز
اینو بذارید من سیوش کنم. خب و زمانی که ما رسیدیم پای میز مراقب، مثلا فرض کن این میزش بود، دو تا جعبه اینطوری رو میز گذاشته بود، از این جعبه های چی میگم، جعبه های خیلی معمولی، جعبه های کیک، جعبه های عادی. روی این نوشته بود مثلا answer sheet، روی این نوشته بود مثلا پرسونال شیت. و شما باید یکی از برگا رو میذاشید تو این یکی. حالا میرسی سر میز مراقب، روی میز مراقب یه مثلا برگه این شکلیه. خب بعد مثلا اینجوری، یعنی همش اینا همه بارکده، مثلا یه برگه پر از این بارکد است. اینجا مثلا فرض کن این بارکده که زیرش یه عدد داره، عدده فکر میکنم 13 14 رقم باشه که شما نمیتونید همش رو حفظ کنید تو اون ثانیه و ناچارید که مثلا چند رقم آخرش حفظ کنید. مثلا من 6 رقم آخرش حفظ کردم و به این خیال که دیگه اینا یونیکه و اینا از جلسه اومدم بیرون. مثلا نوشته 123 فلان فلان فلان، آخرش مثلا میزنه 401. خب من مثلا 6 رقم آخر خودم حفظ کردم. بعد اینجا دقیقاً این روبرویش کنارش دقیقاً همینه، این دو تا بارکدی که اینجا هستن، این مثلا این بارکد و این بارکد شبیه همن. دوباره این دوتا اینا هم شبیه همن و با بقیه فرق دارن. این دوتا مثلا باز این دوتا هم مثلا شبیه همن با بقیه فرق دارن و همینجوری. یعنی شما دو تا بارکد توی هر ردیف دو تا بارکد میبینید که شبیه هم، یعنی عددش عیناً شبیه همه. شما خودتون باید چک کنید اگه دیدید مثلا این بارکد اینجا با این بارکد اینجا، این دوتاش برای شماست دیگه، مثلا رسیدی سر میز مراقب میگه دوتاشو بردار، حالا شما هر کدومش میخواد. اگه دیدی مثلا این چک کن این بارکد عددش دقیقاً عین هم باشه، یکی از اینا رو برمیداری توی برگه چیزت میچسبونی. بهتون گفتم یه کیوبش خالی میکشن اینجا وسط، مثلا پاسخنامه که پایینشه، وسط مثلا اطلاعات شخصیتون برگ اینجا نمیشه محل مثلا خودش نمیشه قرار گرفتن بارکد. یکی از این برچسب‌ها رو در میاری میچسبونی اینجا مثلا 100 فلان. پاسخ برگت هم که اینجاست، اینجاش مثلا یه چیز خالی داره، اونم در میاری، اونم پایینش بود یا بالاش، اونم بارکدشو در میاری میچسبونی اینجا. خب دو تا برچسبه، یکی میچسبونی روی اون پرسونال شیتت، یکیش هم میچسبونی روی اون انسر شیتت و انسر شیت رو میندازی روی اون جعبه‌ای که خودشون روش نوشتن انسر، اینم میندازی روی این. اصلا چیز پیچیده ای نیست. خب و خود مراقب هم اونجا هست، نگاه میکنه، دونه به دونه چک میکنه و شما تو این فرصتی که داری میتونی این بارکد رو حفظ کنی که بعدا نتایج ناشناس اومد چیز کنی. پس اون بارکدی که تو پاکت بود رو نمیگن، این بارکدی که اینجا هست رو میگن که برچسبیه. خب شما اینو میچسبونید و لحظه ای که این دوتا رو تحویل بدید دیگه آزادید، میگه از سالن برو بیرون. حالا اونی که فرض کن اونی که اول کار برگشت رو تحویل داده، مثلا ساعت 2 خورده ازش تحویل گرفتن، این فرایند جمع کردن برگام بلافاصله بعد از اتمام آزمون شروع میشه و همه چی رو که جمع کردن 10 دقیقه بعدش اولین نفر که برگاش رو تحویل همون موقع میره بیرون. حالا شما شانست یا اون نفر اول میری بیرون یا مثلا من میشینید جزء، مثلا من فکر کنم 1200 نفر تو سالن بود و زمانی که مثلا پا شدم
اومدم بیرون بهتون نشون بدم تو کجای سالن خالی بود. از زمانی که اومدم بیرون مثلا فرض کن اینا همه رفته بودن، فقط من مونده بودم، این 3-4 نفر پشت سرم. اومدم اینجا دیدم یه 40-50 نفر اینجا نشستن، بقیه همه رفتن، یعنی همه برگا رو جمع کردن. و زمانی که من رسیدم بیرون دیگه چیز بود. پس اگه قول و قراری با کسی گذاشتید که آقا بچا وایسید بعدا با هم بریم و فلان، بهتره اینه که توی یک ردیف بشینید. اگر مثلا اینجوری توی اگر اینجوری کنار هم بشینید توی ردیف های مختلف، خب خیلی ممکنه مثلا اینی که اینجا بود همون 20 دقیقه اول رفت بیرون، این من بودم 2 ساعت بعد رفتم بیرون. یعنی مثلا اگه من و دوستم کنارم میشستیم با این اختلاف خارج میشین. پس اگر میخواید با هم خارج بشید اینجا پشت سر هم توی ردیف کنار هم بشین. و اینم که بهتون گفتم این خیلی هم صندلی خاص برای هر کسی نبود. شما اگر مثلا میگم خدایی نکرده عده‌ای می‌خواستن تقلب بکنن، شرایطش براشون فراهم بود که یه جوری بشینن کنار هم باشن. و اونقدی میگم نظم و این داستانا حکم فرما نبود و هیچ چیز دیگه. بعدش هم برگشتیم اینجا وسایل تحویل گرفتیم و از سالن زدیم بیرون. همین دیگه. یه لحظه چک کنم ببینم چیزی مونده که بهتون نگفته باشم. خودکارو که گفتم برگه سوالات چه شکلی بود، غلطای املایی که توش بود گفتم دیگه. QR کد رو گفتم، 13 تا میز بود و فقط هم پاسپورت، اینا هم گفتم. آره دیگه تقریبا تموم شد. همین مواردی که لازم بود رو گفتم. و ها یه نکته هم بگم، این این میزایی که گذاشته بودم برای آزمون، من دقیقا بغل دستیم این مشکل رو داشت. این میزه، این پایه‌اش یه ذره از بقیه پایه ها کوتاه‌تر بود، یعنی این. و هی مثلا این بنده خدا چپ و راست می‌کرد، صدا میداد این صندلیه. هم خودش اذیت بود هم ما اذیت بودیم. رفت به مراقب گفت، مراقبه اومدن مثلا من فکر کردم حالا میزشو عوض میکنن، میزشو عوض نکردن، یه چیزی گذاشتن زیر میزش، مثلا تیکه کارتون یه چیزی خم کردن گذاشتن که این پایه‌هاش یکسان بشه و از این جهت اوکش کردن. یا این میزام خیلی قدیمی بودن، یعنی اونقدی بهشون نمیخورد میز نو خاصی باشن. و همین دیگه. گفتم بهتون بگم فرایند آخر آزمونم خیلی کند پیش میره. و حتی ببینید من نشسته بودم اینجا، بقیه داشتن تموم بود، خودکارا رو جمع کرده بودن، همه چی رو جمع کرده بودن و اصلا نصف سالن رفته بود. من ازش خواستم که آقا 1 ساعت نشستم میخوام از سرویس بهداشتی استفاده کنم. گفت نمیشه. یکی از مراقبا گفت نمیشه، گفت لطفا بشین تا آخر. دیگه خلاصه یه چند دقیقه گذشت، یه مراقب دیگه اومد، گفتم من مشکل پزشکی دارم. یعنی هر چیزی میشد شما گفتید مشکل پزشکی دارم سریع کوتاه می اومدن، یعنی نگران این چیزا بودم. بعد برم از سرویس بهداشتی استفاده کنم. وایساد سر میز من، گفت وای میسم تا بیای. رفت هم قبلش پاسپورتو با چهرم چک کرد، هم بعد که برگشتم پاسپورتو دوباره با چهرم چک کرد. برای حفظ کردن بارکد که میرسید سر میزا بعد تایم کافی هست. یعنی مثلا مراقبی که بود بهش گفتم ببخشید من میخوام 2 تا عددشو قشنگ بخونم چک کنم، لطفا بهم فرصت بده. گفت اشکال نداره، راحت باش، چک کن، بارکدها رو چک کن، شبیه هم باشن، یکسان باشن، هیچ مشکلی پیش نیاد و فلان و اینا. نشستم سر فرصت، بارکد همه چی رو چک کردم و فرصت کافی هم داشتم که عدد رو حفظ کنم. و زمانی هم که رسیدم اینجا خودکار چیزامو برداشتم، سریع رو دستم یادداشت کردم. خودکار با خودم برده بودم، خودکار مشکی. این صندوق اماناتشون که مثلا چیز بود تحویل گرفتم، اینا رو گوشه دستم یادداشت کردم، عددی که حفظ کرده بودم. بعد دیگه رفتم گوشی رو روشن کردم، وارد گوشیم هم کردم که دیگه کد اصلا نپره. حالا ممکنه برای بعضی سوال باشه که آقا به هر حال امارات و نمیدونم زیاد بچه‌ها از نظر پوشش، چون مخصوصا که آزمونه و از طرف وزارت آموزش و پرورش ایتالیا داره برای پوشش بچه‌ها محدودیت خاصی داره. نه اصلا اینجوری نیست، هر کسی با هر پوششی دوستاش می اومد. یکی بود با شلوارک اومده بود، یکی بود با نمیدونم تاپ اومده بود، بعد یه هندی بود با این کلاههای مثلا هندی اومده بود.
یکی با لباس عربی اومده بود، هر کسی با هر پوششی، خانم و آقا، هیچ کاری به پوشش نداشتن و از این جهت کاملا آزاد بود. و گفتم برگاه رو به محض اینکه تحویل بدی میتونی خارج بشی دیگه از سالن. همین، سعی کردم تمام جزئیات و موارد رو بگم بهتون. همین، امیدوارم که مفید واقع بشه و به دردتون بخوره دیگه. هم کل فرایند آزمون رو توضیح دادم. سعی کنید این آزمون با کسی صحبت نکنید، حواستون پرت میشه. بعد اون 2 ساعت قبل از آزمون سعی کنید یه جایی بشین که همه غریبه باشن، به کسی رو ندید، اصلا نگاهتون رو به جلو باشه، اگر که آرامش قبل آزمون براتون مهمه و اینا. هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. در کل آزمون خیلی خوبی بود و هیچ مورد خاصی هم پیش نیومد. امیدوارم که بهترین نتیجه رو بگیرید.